السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز، مردم اهل گروه های جماعت زرگر کلخوز دوران نوردینوف، پدران، مادران، خواهران مهربان، اکا و دادرها، این آخران خطاب ما، آخران دعوت ما، دعوت کلان ما بگیم که آخران بار برای تمام مردم کلخاز دوران نوردینوف میخواهم به گوش آنها برسانم، به گوش آن کسانی که تا امروز میگویند که ما ندیدیم، نشنویدیم یا نمیدانیم. هست انسانهای بدیند که الحال ما 2 ماهی دعوت داریم. شخصا من خودم 2 ماهی دعوت داریم با دعوتگراهای که در بر ما چون شیرمرد به ننگ و ناموس در بر ما هستند، بودن، هستند و تا آخر خفا نمیگردیم. خفا گشتن ما فقط یک است، مرگ است. تمام. در یک حالت ما خفا میگردیم، مرگ ما را خفا میگردونه. ما در نزد خلق وعده دادیم که تا آخر، اگر این سال نشد سال دیگه تا آخر ما همین راه انشاءالله برازگی پروردگار و قوای مردمی بننگ و ناموسی ملت همین تاجیکستان که از هر گوشه و اطراف و اکناف که برای آبادی همین راه صدقه دارند انشاءالله میسازیم. امروز این دعوت من، آخران دعوتی، کلانترین دعوتی من به تمام مردم کلخاز دوران نوردینوف، به مردم 17 پرسیز، به محله فیض‌آباد، به نوخانهای تی تپه، به آدم‌هایی که در تار تپه زندگی میکنند، قریب 70-80 خانه، به مردم کرپیش نیزواد، به مردم تمام کمسمال، به مردم اوچسکه خوشوقت مالتوف، به مردم زرگر جدانوف برای حاصلات و به مردم اوچسکه فرونزه و کروبسکی چی گفتنی هستیم؟ برادران عزیز، هر کسی ما را میشنود، این راهی که ما و شما میسازیم، اگر آدم هایی که تا این روزه گفتن ما ندیدیم، نمیدانیم، نشنویدیم، اگر صدقه را نخواهی، اقلا برای که پگه همو در خانه تو یک مصیبت میشود. مردم پرسیز، مردم کمسمال، تمام این اوچسکه هایی که من نام گرفتم تا فرونزه را، اگر صدقه رم که نخواهی، پگه همو در خانه مصیبت میشود. فکر کن که مردت به آسمان میبری یا به راه میبری. بار فکر کن، یک بار فکر کن که بعد مرده تو فرزند تو همین تو را به همین راه میبره. این جمعیت خوشه، این جمعیت یک قوه بزرگه. تو مرده خودت کفن نمیکنی. تو وقتی از دنیا میگذری، در بالای سر تو همین جمعیت های در دهن تو آب میچکنن. منهی تو را همین مردم میبنده، جمعیت میبنده. تو را میشو همین جمعیت تو را همین جمعیت کفن میکنه. تو را با همین انسان هایی که امروز در بر اونها نیستی، تابوتی تو را میبردارن، جنازه تو را میخوانن، قبری تو را میکنن و باز تو را آب رو کرده در بالای حلقه هاشون سر منزل میبرن و در اون قبری که آنها میکنن، در این گرمی ها، خنکی ها، باز تو را در قبر میمونن، خاک میگردانن، در بالای سر قبری تو دعا و آیت میخوانن. همین جمعیتی که امروز در بر اینها نیستی. پدر، برادر، هر کسی هستی، مادر، خواهر، هر کسی هستی، یک روز نه یک روز از دنیا میگذری، راه گریز نداری. این گفته های ما برای او شخص هایی که تا امروز ندیدیم، نشنویدیم، نمیدانیم یا که نمیخواه صدقه را. این فقط برای یک آبادی راه نیست، این آبادی گروه قیامت های.
فکری همون گوری تنگ بکن، فکری همون گوری تاریک، گوری که در اونجا در تریزه نیست. امروز در سایه های درخت در ته کنسنر میشینی، برادر تو در پشت خانه تو اسفالت راه کرده است. تو پول نداری، زبانی خوش نداری، تو پول نداری، نمیبرای برکلا بگوی یک پیاله چای، یک کاسه دوغ، یک کاسه شوربا. کجا شد اون مهر و محبتی انسانی ما و شما؟ کجا شد آدم و آدمگری ما و شما که در پشت خانه تو، در دهه تو، در کوچسکه تو، در کلخاز تو که این راه قبرستان است، این راه مکتب است، این راه بلنیسه، این راه جماعت است که میره اسپرافکا میگیری، یک کار بود میکنی، خیش و تبارت در پرسیز، خیش و تبارت در کمسمال و نوکار خبر میگیری. این به همه دخل داره، به همه کلخاز. این فقط راه ما نیست، راه کمسمال و راه فلان نیست، این راه، این زمین خدای، راه خدای، همه راه میگرده. این راه جمعیتی است. فکر کن، هیچ کس مرده خودش گور نمیکنه. از جمعیت دور نباش. با کدام جمعیتی که در این دنیا میگردی، پگه در روز قیامت به همین جمعیت حشر میشه. این جمعیت ما، این گروه های ما، گروه نجات است، گروه صالحین است، گروهی هست که بنده خدا از گناه پاک میکنه. این گروهی هست که آباد میکنه دولت خودمانه، ملت خودمانه، راه های خودمانه. این گروهی هست که گروه ثواب است. بیا سرجم شیم، بیا دست جمعانه همین راه بسازیم. انشاءالله راه میسازیم ما برازگی الله. نه که وای بر حال او شخصانی که امروز در تگ کنسنرها در سایه درختها میشینی و از قفا غیبت میکنی، فلان نکرد، فلان نمیکردم، یا اینها را به حاضر نمیتونن تا ما نباشیم یا نمیتونن کرده. سخنی بعد همه گفته میتونه. کس مرد زبان شیرین داشته باشه، طبق سنت پیغمبر خدا رفتار کنه. رفتار خوب کو، گفتار خوب کو، نگاه خوب کو. اگر مسلمان باشی، امروز همه ما و شما مسلمان هستیم، باید مسلمانی خودمان نشان بدیم به عمل. با زبان گفتی، به عملم نشان بده. این صدقه جاریه یک صدقه هست که 100 ساله ها نامه اعمال بنده پوشیده نمیشود. پگن با ما فهمیدیم که امروزها بعضی از انسانهای بدیان که در محله ها میگفتن ما نمیدونیم، ندیدیم. پول نته، ببرو در همون راه، ببرو بیا همونجا های برکلا کو، یک کاسه دوغه چای کمپوت بیار، هم مردم بته ثواب میگیری. تراکتورچی ها از کیم کجا آمده در همه جا کار کرده استیان، تکنیکا به پول آمده کار کرده استیان. اقلا برین همون های برکلا رحمت بگین، مینداری کنین. اقلا ما نیست، ما در غریبیم، ما مسافرتیم. اقلا شما با دستاتون سلام کنین، های برکلا کنین، رحمت بگین، یک کاسه چای دوغه هم یاد برسونین. برادران عزیز، حالم فرصت داریم، حاضیم وقت داریم، به همون 100 سوم 50 سمیتی همین راه میسازن، همین راه تیار میشود. نه که از ثواب خفا نما. این راه همه مونه. اگر زندت نرو مردت هم میره قبرستان، سر قبر پدرت، مادرت، اکا و دادرت دعا میکنی. روزهای عید میره، اگر نره میبرن تبا میره. از این راه گریز نداری. کاری نکنی که پگه فرزندی تو وقتی مرده تو را قبرستان میبره در راه عذاب نکشه، دیشت نکشه. نگه که همین پدری من در می راه 10 سم نداد.
گردن خطا، گردن زن و فرزنداتا بلند کو. در یک معرکه میشینی. برای همه برادران عزیز، پدران، مادران، خواهران، این دعوت کلانترین آخرین مای. دیگه این خیلی دعوت ها رو من دیگه نمیکنم دیگه. آخران دعوت ما 2 ماهی دعوت داریم. این برای شخصانی که تا امروز ندیدیم، نمیدونیم، نشنویدیم. برای انسان ها، آدمایی که دربار ما صدقه کردن به اینها دخل نداره. این آدمایی که یک بار دادن الکی 10 باره صدقه کردن تا امروز صدقه دارن. برای چی؟ برای اینها ایمانشان کامله. اینها میخواهند که راه آباد شود. کسی نمیخواه این راه آباد شود. کسی از این گروه میبراید. کسی که خودش از گروه پاکینود میکنه نمیخواه. کسی که میگه من پول نمیتونم، صدقه نمیکنم، یا که پول ندارم، هر بهانه را پیش میاره. او آدم نمیخواه که دولت من آباد شود. اون نمیخواه ثوابه. از گروه ها نگریزین. این گروه های ما گروه های نیست که تو را بدبخت کنه، تو را گمراه کنه، تو را از راه براره، تو را کافر کنه، تو را بدین کنه. نه، گروه ما گروه آباد، فقط برای آبادی است. برای آبادی هم دنیا هم گروه قیامت است. و انسان هایی که میگن ما ندیدیم، نشنیدیم، نمیدونیم، پرتو این گپاتونه. او گپا گذشت، این وقتها گذشت، این بانها گذشت. با تمام دعوتگرایی که امروز دعوت میکنین، با تمام گروه ها، این سخنهای ما را به همه برسونین. در مسجدها، در گروه ها، در هر کجایی که میشینی به هم صفات، هم کورسات، هم خدمتات برسونین که از ثواب برخوردار شوند. امروز ما در غریبی در خود سنت پترزبورگیم. از همه جا دعوت داریم. شب روز مردم کار کرده‌اند. در خیرمن اوچاسکای خشوخ با خدا قسم در همونجا ای پرسیز رفته، در همونجا کار کرده‌اند. ای کمسمال رفته کار کرده‌اند. ای 18 نفر تراکتورچی اومده، ای کیم گجا ای برای حاصلات کار کرده‌اند. مردمی همو گیر دوره نیستن. چیکار میکنین؟ یک روز کاری دولت نکو، یک روز کاری خواجگی تا نکو، یک روز در ماشینت 50 سوم در بنزین نریز، 50 سوم صدقه کن. یک روز ای کارخانه جواب بگی. نمیکشن تا سرود نمیکنن. سرود کردن گروه قیامت نمیسوزه. نره کار. 100 سومی که بنزین میریزی نریز، اما 100 سوم صدقه کن. وقتی دیدی که در راه کار کرده‌اند، یک چی ای خونت بر هم برای کارگرا را بده. امروز برادری از یک برادری ما و شما الکی میگه که داملا من 2000 سوم در قریب یک سرکه خریدم برای معرکه روز آخران. یک خواهر اسلامی ما و شما میگه من یک مال دست پرور خود میگه، یک خواهر، یک زن. داملا میگه که همیرا مقصد نمیشه که همی برای کارگرا اگر همیرا نون کنم برم بتونم نمی صدقه میشه. برای چی نمیشیده؟ این روز زنها، مادرها، معیوبها برای راه پول دادستیان. نکه او انسانهایی که ماشین داری، دولت داری، زمین داری، خانه داری، وظیفه داری، روزی از روزها پشیمان میشد. حالم سری وقته، حالم فرصت داریم. 10 سوم نداری همون دم راه صدقه بده. 10 سومان 20 سوم کلخازی ما کلانه. اگر 50 سومی بتن همی راه عبود نشه. همه کسانی که ندارن، کسانی که مظلومن، کسانی که معیوبن، کسانی که پنسیونرن، کسانی که در خانهش بیمار دارن، پول نتیه. صدقه جاریه مجبوری نیست. باز ما اینها را یاردن میکنیم. انشالله پول ما زیادی کنن. ما وعده دادیم به هر محله‌ای که در اوج معیوب، بیوزنها، یتیمها هستند، انشالله اگر پول ما زیادی کنه به همونها آرد و روغن تقسیم میکنیم. اگر پول ما زیادی کنن مزار تا ترشه 1 کیلومتر اسفالت میکنیم. گیردی مچتی کم سمالا هر کجایش باشه اسفالت میکنیم. انشالله پول مردم در
در جاهای جمعیتی مردم برود. ای مردم به مردم، ای جمعیت به جمعیت می رود. انشاءالله با راه ها را شخص پیدا شد که از کرپیش زبان تا کمسمال مقصد لامپشکاش همه خود می چسبانم. پروردگار مهربان دعا میکنیم که امروز بر بالای کلخاز ما، مردم ما، این ثواب کلان آمده تمام مردم ده دعا میکنیم خداوند از ثواب این راه بر تمام مردم تاجیک ما نصیب بگرداند. خداوند این صدقه جاریه که ثوابش از 10 تا 700 درجه داره، الله مهربان بر تمام اهل گروه ها نصیب بگرداند. ثواب شه. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.